کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان به شهروندان تاجیکی که در قزاقستان قرار دارند خبر داد که سفارت تاجیکستان در شهر نورسلطان و کنسولگری گنرالی کشور در شهر الماتا به طور مقرری فعالیت دارند. وزارت گفت با در نظر داشت عملهای غیر قانونی که در بعضی از شهر و ولایت‌های قزاقستان دیده می‌شوند، از شهروندان تاجیکستان که در قلمرو اون کشور قرار دارند خواهش می‌گردد تا هوشیاری را از دست نداده از جایهای سیرودم کناره‌گیری نمایند. وزارت به شهروندان تاجیکستان همچنین با اصرار توصیه داده است که دستور قاعده‌های جاری گردیده در وضع فوق‌العاده را در قلمرو قزاقستان قطعاً رعایت نمایند. در صورت به مشکلی دچار گردیدن شهروندان تاجیکستان، آنها را ضرور است که فوراً به تلفن شبانه روزی سفارت تاجیکستان در شهر نورسلطان 771 722 40 929 خبر دهند. همزمان وزارت کارهای خارجه از شهروندان تاجیکستان خواهش کرده است که از سفر به قزاقستان تا پاره به اعتدال آمدن وضع خودداری نمایند. یادآور می‌شویم از 2 ینور به این طرف در قزاقستان اعتراضهای گسترده ادامه دارند. قزاقستان بعد روسیه دومین کشور برای سفر مهاجران کاری از تاجیکستان به شمار می‌رود. بنا به اطلاع دریافتی در قزاقستان تقریباً 50,000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی می‌کنند.